سلام بچه ها، مخلصم، چاکرم، خوش اومدیم به چنل خودتون بچه ها، چاکرم. بچه ها توی این قسمت یک برنامه جالبیه که من از توی فیسبوک پیدا کردم در مورد قدیمی ترین مشاعره. یعنی من قدیمی ندیدم به این حد مشاعره ای که این مشاعره خیلی قدیمیه توی فیسبوک در مورد تاجیکستانه. با هم دیگه ببینیم، امیدوارم که خوشتون بیاد. لایک و کامنت سا یادتون نره. بریم و بیایم، لیتس گو. همین طور است. یک بیت را شاعر میگوید و از حرف آخری سطر دوم بیت باید کسی دیگر شروع کند. مشاعره که بچه ها مطمئنا شما میدونید چیه. خب یه شعری میگی، بعد با حرف آخر اون شعر نفر بعدی باید شعر بگه، یعنی حرف آخر حرف اول. والله شیدای تو اینجلی حیرانی من، اینجلی حیرانی من، والله شیدای تو. چه عشقی هم میکنن، چه دستی میزنن. وقتی خوش میدمد نسیم بهار مجده آرد جانبی گلزار. من ترک عشق و باده و ساغر نمی کنم، صد بار توبه کردم و دیگر اما ما نمیم. چقدر عشق میکنم با شعر. این محفل من فکر میکنم که اینا همشون یا الان خیلی پیرن اگه هستن، یا اینکه از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه. جالب اینه اینا فکر کنم کل اکیپشون فکر کنم همشون شاعر باشن، چون خیلی سن بالا و اینا مثلا شعر خوبه. ما را به مستی افسانه کردن پیران جاهل شیخ گمراه. شیخان گمراه پیران جاهل شیخ گمراه. چی گفت یه بار؟ یاد شما با امرو. ما را به مستی افسانه کردن پیران جاهل شیخ گمراه. شیخان گمراه. ماشاءالله. هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند. چقدر قشنگ گفت این شعر رو. هر آن کس میگه هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند. من فکر میکنم این شعر استعاره باشه به این که مثلا میگن شاهنامه خوانی خیلی سخته، خیلی سخته. یعنی مثل اونه که تو پهلوان باشی و اینا، شاهنامه خوانی خیلی سخته، چون واقعا درک شاهنامه خیلی سخته، خوندن و درک شاهنامه خیلی سخته. کلا شعرهای سعدی و اینا هم همینجوریه. دل را به دل رهیست در این گنبدی کبیر، از روی کینه کینه و از روی مهر مهر. من ممکنه بیزه جان هم یک از عقبه فرومدم و نالیش کردم، سنگای در خونت بالیش کردم. چقدر قشنگ بود. من ممکنه بیزه جان هم یک از عقبه فرومدم و نالیش کردم، سنگای در خونت بالیش کردم. میگه از ابر فرود آمد و نالش کردم، سنگای در خانه تو بالش کردم. خیلی قشنگ. بچه راستی اینو ببینید، گوش کنید چی میگم. بچه راستی شما شاهنامه خوانی دوست دارید؟ اگه شاهنامه خوانی دوست دارید من شاهنامه بیارم و بخونم واسمونو، یه ویدیو، یه برنامه بگیرم یا یه لایو بگیرم، هممون بیایم با هم دیگه توی لایو، مثلا یه ساعت مشخص که حالا شما میگید، مثلا سر همون ساعت بیایم توی لایو، یا یه ویدیو بگیرم شاهنامه خوانی کنم، مثلا کتابو باز کنم و مثلا یه چند صفحه‌ای با هم دیگه شاهنامه بخونیم. اگه دوست داشتید توی کامنت ها حتما بگید بهمون. میخانه را در باز کن، ساغرکشی آغاز کن، دل را به می دمساز کن، گفتار وسام برد. همین سوزن آقتی شما 100 ساله شوید. تشکر. چه لحظه زیبایی. البته شعرهای لطفگویی با لطف شعرگویی کمتر شده است، چون که بیشتر مضمون و با دقت میتین و بیشتر به مندرجه شعرها خواهد. مثلا از لطف ها گفتم صنما لبی تو همچون نمکی. آفرین. گفتم صنما لبی تو همچون نمکی، گفتا تو چی دانی نمکی بی نمکی. گفتم که زلالی لبی تو بوسه کنم، گفتا بشود به شرط آن که نمکی. آفرین. نمکی.
چی؟ نمکی رو فهمیدم، همه چیز رو فهمیدم ولی آخرش نفهمیدم چی گفت. گفتا دانید نمکی بی نمکی. گفتم که زلالی لبی تو بوسه کنم. گفتا بشود به شرط آنکه نمکی. گفتا بشود به صرف آن که نمکی. اینو من نفهمیدم آخرش چی شد. جریان بچه شما بگید. نمکی خاص کرده معنی چند خیلی. یا مثلا میگوید که دردا که در دیار شما در دیار نیست. هر جا که در دیار نباشد دیار نیست. مجنون صفت گردی برندم و پایدار، مردانه جان دیم که جهان پایدار نیست. واقعا راست میگه. گفت اگر بر آستانم آب خواهی زد اشک، هم به میزانت دروبان خاکی در گفتم بچشم. آفرین، چه زیبا، چه زیبا، چقدر زیبا بچه. دیگه اینا بهترین شاعرها هستن که دو دوره قدیم بودن. دیدی همشون هم سن بالا و محاسن داشتن و روش سفید کرده بودن. خیلی خفن و خیلی قشنگ بود. بچه از این مدل ویدیوهای خوشگل مشکل هم واسمون بفرستید دیگه. از فیسبوک باشه از هر جا باشه فرقی نمیکنه، خب ولی چیزای خفن و اینا بفرستید واسم. بعد اگه شاهنامه خواستید که دیگه بگید توی کامنت ها شاهنامه خوانی رو که بیارم و باز کنم و با هم دیگه بخونیم، یا به صورت لایو یا به صورت این ویدیو بگیرم و بعد منتشر کنم. فقط اگه لایو خواستین ساعتش رو مشخص کنید که سر یه ساعت مشخص بیایم با هم دیگه شاهنامه خوانی کنیم. چاکر بچه‌ها، لایک و کامنت و ساب یادتون نره. لینک چنل رو بفرستید واسه دوستاتون، بهشون معرفی کنید، شیر کنید و همین دیگه تا خانواده‌مون بزرگتر بشه. چاکر بچه‌ها، لایک و کامنت و ساب یادتون نره. تا دیدار دیگر، بدرود.